سلام وقت شما بخیر. امیدوارم خوب و صحتمند باشیم. به یک جلسه دیگر از آموزش های کامل HTML خوش آمدین. طبق کاریکولامی که داریم همراه شما، روز ششم از آموزش های HTML میبخشیم روز پنجم که بحث تیبل ها میشه، که یا امو جدول هایی که ما داخل ورد و اکسل داریم و چطور داخل HTML از اینا استفاده کنیم و چی قسم کاربرد اینا رو به داخل وبسایت ها چی قسم کجا کاربرد داره، چی قسم جور میشه. انشالله تا آخر این ویدیو همراه شما میخوانیم. خب ما گفتیم که HTML با اساس تگ کار میکنه، یعنی تگ بندی هر تگ یک وظیفه مشخصه داره. حالا که از بحث تیبلزه یا جدول های که ما تگ تیبل داریم، تی آر داریم که مخفف تی روه. یعنی چی؟ یعنی خط افقی هست، بخش روها میگیم، یعنی ردیف ها تی آر میگم. تی ایچ یعنی تی هید به حساب میگم، یعنی عنوان ها. یعنی عنوان ها ما یک جدول داریم که مثلا نوشته شماره، اسم، وظیفه، سالری مثلا. اونا که مشخص میکنه که این جدول درباره چیه. یعنی تی هید یعنی عنوانایی که ما می نویسیم بالا جدول، و تی دی هم یعنی خود امو دیتایی که ما داخل جدول قرار میدیم میشه تی دی میشه. تا این قسم رفتن تی هید داریم، تی بادی، تی فوت، کپشن. اینا چیه؟ اینا که از ادیشنال تگ های میگه، تگ هایی که هست شما اینا اضافی که شما مثلا بخونیم که کار کنیم، یعنی به اساس خانایی کد بالا میره. چون ما داخل تی هید گفتیم که تی اچ داریم، میتونیم ما تی اچ ها خود تی هید بدیم مثلا، که بیشتر مشخص شه که آقا همی بحث عنوان های. تی بادی جایی که ما تیبل خود داخل از او قرار میدیم، مثل داشتیم به HTML که کل کدای HTML خود داخل بادی باید می نوشتیم. تی بادی هم این نمینه. تی فوت هم یعنی تی فوتر هم منظور از اینه، یعنی پایین جدول خود که مثلا ما داریم مثلا نویسنده فلانی مثلا، میتونی تو این قسمت داخل تی فوت قرار دی که خانه کد بالا ره. کپشن هم یعنی عنوان همون جدول تو چی باشه، یه قسم کار میکنه. خب اینا بعض اتریبیوت ها داره به نام کل اسپن، رو اسپن، که باز انشالله به ادامه همراه شما میخونه. خب من محیط ویسکود باز میکنم. خب بحث تیبل ها، چی قسم ما یک تیبل داخل HTML ایجاد کنیم؟ اولین کار تگ تیبل ما با میکنیم. یک تگ هسته که باز و بسته شدنی مشخصه. خب به داخل از این انال ما چه کار میکنیم؟ خب داخل تیبل همیشه اول یک جدول کلیه، بعد عنوان های، بعد ردیف های، یعنی ردیف چند ردیف، اول، دوم، سوم. بعد از ما یک تی آر می نویسیم، یعنی تی رو، یعنی روها، یعنی ردیف های یک جدول چیه. بعد داخل تی آر تی اچ یعنی عنوان های، مثلا چی؟ نیم. یکی کپی میکنم از این روش کپی کردن که شاید به ویدیو قبلی گفته باشم، شیفت و آلت میگیریم، از این کلیدهای ارو سمت بالا پی میزنیم و تی اچ با ما ایجاد میشه. خب ما فرض کنیم نیم داریم، لاست نیم داریم، فرض کنیم دیگه مثلا اف نیم داریم یا فادر نیم به حساب بگیم، یکی هم مثلا سالری داریم. اینا یعنی عنوان ها میشه. باشه من پروژه رن کنم. از این قسمت من لایف پریویو یک انیبل بکنم. خب شو پریویو که بزنیم، حالا به این قسمت منتظر می باشیم که بالا بیاره. حالا اینا ایت نیم آماد، لاست نیم آماد، فادر نیم، سالری. خب اینو فعلا که ساده دیگه، باید ما کمک پروفشنال تر کنیم. خب الان بعد از همین تی آر یعنی یک ردیف، فعلا ما یک ردیف گفتیم که ما مشخص کردیم، فقط انمی ردیفه. من برای شما درست‌تر توضیح بدم، یک تی آر دیگه یعنی یک ردیف دیگه شما اضافه کنیم، یک کپی میکنم داخل تی آر. خب که هست اینجا تی دی میده. تی دی میده یعنی دیتایی که داخل همون جدول میفته. دیتایی که داخل جدول میفته چی باشه؟
من رو همه TTD میکنم چون TH که باشه پس مثل امید دقیقا قرار میگیره. مثلا نیم من میگم نثار احمد، یا اسم کوچکتر مثلا امیر، اسم امیر، last name مثلا احمدی، دیگه فادر نیمش مثلا باشه رضا، ماشن که میگیره مثلا فرض کنیم $200. خب حال سه کنیم هر کدوم از اینا مثلا نیم امیر به یعنی زیر پای نیم قرار گرفته، همچنان تخلص زیر پای تخلص، اسم پدر زیر پای اسم پدر و سالری هم زیر پای سالری. خب این میشه ساختار یک جدول که شما چی رقم جدول خب مثلا تیار کنیم. و چون ما CSS تاول نخوندیم، وقت CSS بخونیم میتونیم به اینا بردر بدیم که مقبول جدول معلوم بشه. در حد HTML همیه که شما فقط یاد گیریم ساختار جدول چی رقمه. اولین کار یک تیبل ایجاد میکنیم، داخل تیبل TR میدیم. TR یعنی رو ردیف، گفتم ردیف ها مشخص میکنه. دیگه TH یعنی THEAD گفتن که به داخل PDF وید داخل کاریکولم که THEAD در قسمت داشتیم، یعنی عنوان مشخص کن. آقا ما یعنی ردیف مربوط به نیمه، یا این کلم مربوط به نیمه، این کلم مربوط به لاست نیمه. یعنی شما طبق همو دیتا خورم وارد میکنه. این بحث تیبلا بود که TR چیه، TD چیه، هر قسم شما میتونیم استفاده کنیم از اینها. خب مثلا داریم اتریبیوت کل اسپن و رو اسپن. به خاطر از اینکه حجم ویدیو زیاد نشه من بحث تیبل ها رو به 2 ویدیو میگیرم، چون ویدیوهای که هرچی زیاد شه و مشکل تماشا کردن اینها و یاد گرفتن اینها. شما کوشش کنیم امیر تمرین کنیم. شما که حالا یک TD داریم، بعد TD ها دیگه مثلا اضافه کنیم اسم دیگه هست، این TR رو کلا کپی کنیم، کپی کردیم میته بریم امیت اسمار تغییر بدیم که مشخص مثلا این جگاه نثار مثلا تخلص مثلا سدید، اسم پدر مثلا عبدالصمد، دیگه ماش مثلا $100. یه ما یک نفر دیگه ثبت شد با یک نفر دیگه. یعنی کلا میتونه شما یک جدول تعیین کنه. درست داره شما بردر نمیبینیم به اینجا که سوا باشه مقبول بفهمیم، ولی به CSS انشالله کامل همراه شما رو میخونیم که چه قسم این جدول بندی میشه، چه قسم اینا یک UI جذاب میگیره که طرف هم واقعا یک جدول مثل داخل بردن شما. مثلا بریم بحث تیبل اول شما چی کنیم، مثلا 4 تا اسم ما فرض کنیم، یک 4 نفر. اینجا ما داشتیم name مثلا last name if name و salary. خب مثلا نیم گفتیم داشتیم امیر و دیگه احمدی تخلصی بود، رضا نام پدر و $200 مانع معاشید. یعنی وقتی که شما CSS بخونین میتونید شما ایت جدول با بردر و استایل های مثل چی، مثل از اینکه شما عنوان ها خود میاریم واسه چین میکنیم، یک بردر شما فرض کنیم به ایت چیز میدیم که بعد این نوشته ها که داریم تکس الاین که به CSS میخونه خود شما سنتر باشه دیگه، یعنی ایت مشخص تر تیار میکنه خود شما. چون فعلا HTML در همین حد کافیه که شما بتونیم یک جدول بسازیم در حد همی که شما بفهمید جدول ساختن همین قسم مثلا جور میشه دیگه. لازم نیه که شما خیلی کامل فوکس کنید روی ازو. خب انشالله به جلسه بعدی رو اسپن و کل اسپن هم میخونه خود شما و فرم هم یک دیدگاه میندازیم و انشالله جلسه بعدی فرم کامل توضیح میدیم. بعد از اون میرسیم به قسمت سمانتیک تگ ها که خیلی مهمه داخل پروژه ها، واقعا استفاده داره دیگه. انشالله به روز بعدی فاینال پراجکت داریم که کامل خود شما از روز اول HTML الی روز آخر یک پروژه کامل کار میکنه خود شما و مبحث HTML جمع میکنه و میریم روی مبحث CSS که واقعا جذابه. چون HTML که از ساختار یک وبسایت گفتیم یعنی دیزاین و استایل نداره، ولی به CSS خود شما دیزاین و استایل میخونیم که چه قسم یک وبسایت مقبول تیار کنیم.
اگر از ویدیو خوش شما آمد، مفید واقع شده بود، سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، کامنت بدیم که باعث دلگرمی ما بشه که ما بتونیم ویدیوهای بهتره به شما ثبت کنیم و هر پیشنهاد انتقاد داریم درباره خود ویدیوها، خود چینل یوتیوب ما، در کل در هر مبحثی که شما پیشنهاد انتقاد داریم ما به خدمتم داخل کامنت ها بنویسیم. الله یار و نگهدار شما.